خب تو ژاپن خوشبختانه دقیقاً همون روز اول عید که روز نوروز باشه اینجا هم تعطیله به مناسبت اعتدال شب و روز و همین خاطر ما خوشبختانه این شانس رو داریم تو ژاپن که باز هم روز اول سال نو رو کنار خانواده با همدیگه جشن بگیریم. ولی خب قسمت دلتنگیشون قسمتی است که بعدش که دیگه 3-4 روز دیگه تعطیلاته ما باید بریم سر کار، اینش یه مقدار باعث دلتنگی میشه. فوق‌العاده بود. آقای دکتر مختابات مدت‌ها آرزوی من این بود که تو کنسرت شرکت بکنم. خیلی برنامه خوبی بود. خیلی لذت بردیم. من و خانواده واقعا الان هیجان زده هستیم و خیلی خوشحال هستیم. سال عید ایران از قدیمه، چند صد سال پیشه، همچین چیزیه. ما هم بهش اعتقاد داریم. هر سال تو کشور غریبی هم که هستیم باز هم جمع میشن همین وطنی‌ها، با هم گرم هستیم. این سنت خدا کنه همیشه باشه. امروز سفارت ژاپن خیلی کار زیادی انجام داد. نوازنده‌های چیز آورده بودن از ایران که بعدش هم شام دادن که خیلی خوش گذشت. دستشون درد نکنه، زحمت کشیدن. بله، خیلی از ایام قدیم باستانی ما هستش. این یک شیوهیه که از قدیم الایام بوده، مربوط به چندین و چند سال پیشه، حتی نه چندین سال، چندین هزار سال پیشه که عید نوروز رو داشتیم و این به صورت سنت شده که معمولاً اولی بهار رو ما سالمون رو جدید می‌کنیم، عوض می‌کنیم، برعکس کریستیان و برعکس کشور دیگه که از تقریباً اول زمستون سالشون عوض میشه. ولی به نظر من چون بهار جدیده و بهار به اصطلاح چیزی که حالت نو و تازه داره، باید سال هم از اونجا استارت بخوره و جدید بشه و نوروز خوبیش اینه که از اول بهار شروع میشه و این رسمی بوده که در ایران ما هست. خب خیلی برای ما جالب بود. ما یه چیزی حدود تقریباً 23-4 ساله که ایران نیستیم و از این مسائل دوریم. برای ما که مثلا اینجا نیستیم خیلی تازگی داره. خیلی خوش گذشت، خیلی جالب بود. چند ساله که هر ساله این مراسم رو داریم ما و یه روحیه میشه واسه بچه‌ای که ایرانیه که اینجا زندگی میکنن و نمیتونن سال تحویل رو تو ایران باشن و به جاش میان اینجا دیداری تازه میشه و یه روحیه میشه واسه آغاز سال جدید. من امیدوارم که هر سال این مراسم برگزار بشه. تو ژاپن هم درست همزمان با سال تحویل ما مراسم جشن گل ساکوراست، گل به حساب گیلاس چریه که بهار رو جشن میگیرن، میرن تو پارک‌ها به حساب زیر درختایی که شکوفه زده و بهار شده میشینن و بیداری با هم دیگه دارن. حتی از طرف شرکت‌ها، کارخونه‌ها، کارها هم با هم مشکلات کاریشون رو به هم میگن و سال جدید رو با خوبی و خوشی آغاز میکنن. تو ژاپن هم مثل که 21/3 که 21 مارس میشه آغاز سال جدید قدیمشون بوده. قرار دل رو باید این شور شیدا
clear lessons of tonight is that even in faraway Japan, Iranians are finding a way to keep in touch with their own culture. This is Michael Penn, Shabakh Khabar, Tokyo.